برنامه اومدیم به یک ریختگری فلزات پایه آهنی که البته در کنارش چدن‌ها، فولادها، استنلس استیل‌ها و سوپر آلیاژها رو پوشش میده. زیبایی این ماجرا اینه که دو برادر از سالها قبل دست همت به هم دادند و کاری رو خانوادگی با همدیگه آغاز کردند. حالا وقتی وارد این کارخونه میشیم لذت میبریم از این همه همراهی و تلاش این دو برادر. وقتی در یک مکان کمتر از 500 متری با امکانات کم و هزینه اندک شروع به کار میکنی، بعد سالها وقتی به مرحله‌ای میرسی که موفقیتت رو در عرض چند سال میبینی، حالت دگرگون میشه. لبخند گوشه لبت مینشینه و روزی 1000 بار خداوند رو شکر میکنی. ما هول و هوش 10 سال پیش به اتفاق برادرم با هم دیگه تصمیم گرفتیم یه کار ریختگری رو شروع کنیم. اومدیم یه جای هرچند کوچیک هول و هوش 500 متری رو اجاره کردیم. اولش واقعیت این که خیلی امیدوار نبودیم که از پس هزینه‌های این کار بر بیایم، حقوق کارگرا رو بدیم، مواد اولیه رو بخریم، ولی این کار رو به هر ترتیبی که بود با هم دیگه شروع کردیم. با 3-4 نفر کارگر ادامه دادیم کار رو. خودمون در تلاش بودیم که کارهای خیلی با کیفیتی رو به بیرون ارائه بدیم. همین کارهای با کیفیت به بیرون ارائه دادن خودش باعث شد که اینها خودش تبلیغاتی بشه برای ما رفتن و همین کارها باعث شد که کارهای زیادتری به ما مراجعه بشه، کارهای بیشتری به ما مراجعه شد. مسیر توسعه این شرکت آروم و با تدبیر پیش رفت. سال 93 تأسیس شد و سال 94 فقط با 2-3 تا کارگر تو گوشه‌ای از یه سالن بزرگ کار خودش را آغاز کرد. وقتی در عرض 6 ماه با جدیت و پشتکار فلزات آلیاژی با ارزش افزوده تولید شد و خدا آدم‌هایی رو تو مسیر راهشون قرار داد تا بتونن یه پله باشن برای بالا رفتن، تا بتونن حرکتشون رو به جلو ببرند، اون وقت خدا براشون کاری میکنه کارستون. الان در شهرک صنعتی شمس‌آباد 30 نفر پرسنل در کنار هم فعالند و مشغول کار و به قول قدیمی‌ها سر یه سفره با هم دارن روزی می‌خورند. ما در سال 1394 کارمون رو شروع کردیم. در اوایل در سال حدود 60 تن ما قطعه تولیدی داشتیم، ولی امروزه تولید ما به 600 تن در سال رسیده. قطعات تولیدی ما به فلزات پایه آهنی هستند، یعنی انواع فولادهای آلیاژی، انواع چدن‌ها، استنلس استیل‌ها و سوپر آلیاژها. سوپر آلیاژهای پایه آهنی، پایه نیکلی و پایه کوبالت از تولیدات ما هستند. شرکت‌هایی که از ما سفارش می‌گیرند اصولاً شرکت‌های نیروگاهی هستند، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع تجهیزات دوار و صنایع ریلی و همینطور صنایع حملق و دیگر صنایع کشور از ما قطعه تحویل می‌گیرند. نکته قابل توجه توی صنعت وجود لوازم و ابزار و قطعات اولیه‌ای که اغلب در ایران تولید نمیشه و باید وارد بشه. اما جالب قضیه اینجاست که این شرکت با تلاش و تحقیقاتش و با به دست آوردن علم روز دنیا این محصولات و پایه اولیه‌اش رو در ایران و توی همین کارخونه تولید میکنه. سعید و حمید قادری دو برادرین که تحصیلات عالیه‌شون در رشته متالورژی و با کسب علم و تکنولوژی روز دنیا در کنار همکارانشون به درجات بالایی دست پیدا کردند. جنسی که الان در حال ریختگریش هستند سوپر دابلکس 2507 هست. این جنس ها تا چند وقت پیش به طور 100% وارداتی وارد کشور می شده، تو کشور تامین می کردن به صورت وارداتی. الان ما با علمی که رو این کار در واقع به دست آوردیم میتونیم ریختگری این کار رو انجام بدیم. سوپر دابلکس ها بیشتر مصرفشون در صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی هستند. مقاوم‌های خیلی خوبی در مقابل خوردگی شیمیایی هستند. تمام این چیزهایی که ریختگری میشه هر کدوم از اینا یه نمونه در کنارشون هست که همشون ارجاع داده میشن به آزمایشگاه رازی
عرضم به حضور شما تمام قطعاتی هم که میریزیم بلا استثنا تمام اون استانداردهای جهانی رو پاس میکنن. جذابیت کار این شرکت استفاده از مواد اولیه‌ایه که از دورریز محصولات دیگه بهره میگیره که بعد از ذوب شدن وارد چرخه تولید محصول میشن. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید مواد اولیه که ما استفاده می‌کنیم از پرت ورقه‌های صنعتیه که قبلا استفادهشون رو از اونها بردن، دورریزاشو که میخوان دور بریزن ما میاریم و اینجا اینها رو ذوب میکنیم به اضافه فروالیاژ ها، مواد دیگری مثل نیکل، تیتانیوم، کروم آلیاژ سازی میکنن، ذوب میکنن، نمونه رو میگیرن. اگه از نظر ترکیب شیمیایی اوکی بود اجازه ریختگری خواهد داد. ما در نظر داریم یک مرکز پژوهشی تحقیقاتی با دانشگاه تأسیس کنیم. هدف این مرکز در واقع بالا بردن سطح دانش متالورژی با کمک اساتید و دانشجویان دانشگاه است. این کار میتونه هم برای دانشگاه مفید باشه و هم برای صنعت کشور. در شرکت ما بر روی کارآموزان هم از دانش آموزان هنرستانی و یا دانشجویان دانشگاه ها باز است و همه اینا میتونن تشریف بیارن برای کارآموزی و حتی اساتید دانشگاه برای کارهای تحقیقاتیشون. ما بسیار خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. حضور کارآفرینان و افراد تحصیل کرده و زبده میتونه یه وزنه سنگین برای تقویت و پیشرفت صنعت باشه. این شرکت با حضور تحصیل کرده های رشته های تخصصی خودشون میتونن مسیر توسعه رو زود به زود و روز به روز طی کنند. دقت، درایت، توجه، تجربه و البته تلاشی که در کار وجود داره همیشه سرلوحه این شرکته. کیمیا قادری هستم، کارشناسی متالورژی از دانشگاه علوم تحقیقات. ما خودمون رو وامدار صنعت میدونیم و اولویت ما با پژوهش و توسعه علمیه. ما بر این باوریم که با سرمایه گذاری و تحقیق و نوآوری میتونیم به بهبود پیشرفت صنعت متالورژی توی کشورمون کمک کنیم. در کنار این رویکرد پژوهشی، کارآفرینی و ایجاد ثروت هم ایجاد میشه. ما در این قسمت کار طراحی و آنالیز رو انجام میدیم. با نرم افزار کتیا مدل ها و قالب ها رو طراحی میکنیم و نهایتا خروجی کار روی دستگاه CNC و یا دستگاه پرینتر سه‌بعدی قابل اجرا هستن. به وسیله نرم افزار پروکست فرایندی از اون چیزی رو که قرار هست در واحد ریختگری انجام بشه ما به صورت مجازی شبیه سازی میکنیم، عیوب کار رو در میاریم و آنها رو برطرف میکنیم و نهایتا خروجی رو ارجاع میدیم به واحد ریختگری. سعید و حمید قادری دو برادرین که با هنرآموزی و آموزشی که دیدن و تحصیلاتشون در مقطع دکترا تونستند چون خواستند. حالا اون اندیشه بالایی که داشتند و اون انگیزه قویشون و اون همتی که کردن زیاد شد. کارشون شد بر پایه دانش بنیان، علم و تخصص شد سرلوحه کارشون. رمز موفقیت ما دانش، راستی و درستی در کار و آموزش صحیح نیروی انسانی و از همه مهمتر پشت کار، پشت کار، پشت کار. برای همه صنعتگران و تلاشگران کشور عزیزمون ایران آرزوی توفیق میکنیم و بهشون خدا قوت میگیم. اونهایی که علم و تخصصشون رو بر پایه دانش این کشور گذاشتند، نرفتند از ایران، همینجا موندند و کوشش کردند تا بتونند جوانهایی که نیازمند به کار هستند رو مشغول کنند و علم خودشون رو برای آبادانی ایران بگذارند. واقعاً بهشون افتخار میکنیم و خدا قوت میگیم. به همه نخبگان و دانشمندان کشورمون میگیم دست مریزاد، قدردان همه زحماتتون هستیم. بزرگترین سرمایه هر کشوری
ذخایر و منابع اون کشور نیست، بلکه اینها میتونن به سرسخت‌ترین دشمنان اون کشور تبدیل بشن. بزرگترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آگاه و متخصصه. پس فرزندانمون رو درست تربیت کنیم، به جوانان ایمان داشته باشیم و نخبگانمون رو حفظ کنیم. پاینده باد ایران. کارستون ما هم تموم شد، ولی کار و تلاشمون همچنان ادامه داره. خیلی متشکرم از همراهی همه شما با کارستون این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.